کنیم رویی که در خیس کردیم رو بهش اضافه میکنیم. سبزی شرح شده منم اضافه میکنیم. حالا میریم سراغ خرده هاش. پیاز رنده شده، سیر له شده و کم نمک میریزیم توش. قاتıştırmak میکنیم. حالا درش میذاریم تا 1 ساعت دیگه آشمون حاضری. حالا 2 قاشق آرد با یکم سو قاطی میکنیم.